کار عملی بزرگترین پروژه آبرسانی در افغانستان امروز در ولایت بلخ آغاز شد. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء میگوید که با بهره برداری این کانال بیش از 3 میلیون جریب زمین آبیاری خواهد شد و افغانستان در بخش تولیدات زراعتی به خودکفایی خواهد رسید. دا کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري له بلخ ولایت څخه پیلیږي او له جوزجان ولایت څخه په تیریدو سره د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. دا یې اوږدوالی انشاءالله پلان داسې دی چې تر 5 کلونو پورې به د دې کانال چارې بشپړ کیږي. له یاد کانال څخه به شاوخوا 3 میلیونه جریبه زراعتي ځمکه خړوبیږي. د دې کانال په ویستلو سره به هېواد د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول غلجاتو له اړخه خودکفایي ته ورسیږي. بیا به موږ نورو دنیاوالو ته لاس په کف نه یي چې کمک راسره وکړي یا مرسته راسره وکړي. با این حال شرکت انکشاف ملی میگوید با آغاز کار این کانال برای بیش از 250,000 تن از شهروندان افغان زمینه کار فراهم خواهد شد. کار این کانال که حدود 60 میلیارد افغانی هزینه برمی‌دارد در 3 بخش و در 5 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. ریاض‌الدین شریفی معین شرکت انکشاف ملی میگوید 3 فاز داره. فاز اولش 46 کیلومتر است. در فاز دوم 3 داره. حدودا تا تخمینی که تا امروز شد چون نوسانات کاری است 60 میلیارد افغانی هزینه از است پروژه است. 60 میلیارد افغانی هزینهش است و منبع تمویلی از عواید ملی است که فعلا سال اولش از وزارت مالیه از بخش معادن انتقال میشه و به این شکل تمام مصارف از داخلی و از بودجه ملی به مصرف میرسه. با این حال شماری از باشندگان در شمال کشور میگویند اگر ساخت این کانال به گونه جدی پیگیری شود و کار آن تکمیل گردد چالش‌های زیادی در بخش زراعت از میان برداشته خواهد شد. عبدالسلام و محمد کبیر که برای اشتراک در مراسم افتتاح پروژه کانال قشتیپه به اینجا آمده‌اند میگویند بعضی مناطق حتی آب فعلا از این مسیری که فعلا همین خط سیر همین دریا میره به طرف دریا هیچ حتی آب خوردن وجود نداره. مردم از سولرها استفاده میکنه، از چاهای عمیق استفاده میکنه. اما ای که میرفته باشه امکان داره که از همه نگاه مردم بهره‌مند است و آب زراعتیشان، آب خوردنیشان، آب مالخوریشان در این باره رفع میشه مشکلاتشان. کانال خو از خندوش بالا میشه در 3 4 5 ولایت تیر میشه تا میمنه میرسه. آبی دشتا انشالله زیر آب میشه. از این انسان حیوان کل استفاده میکنه او با پایده میلیاردها زمین زیر آب میشه. او انشالله خدا کنه که اینیا برسه انشالله 100% مفید است. با این همه مقامات در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز میگویند که با ایجاد کانال آب قشتیپه آب را در شمال کشور بهتر کنترل خواهند کرد.